میخوای بدونی هوش مصنوعی واقعا چطوری کار میکنه؟ با همدیگه مهمترین مدل‌هاشو بررسی میکنیم. LLM یه قول زبانی که متن رو میفهمه و میسازه. میتونه نویسندگی، ترجمه، کدنویسی انجام بده. مثل چت جی پی تی که یه نویسنده سوپر قدرتمنده که توانایی نوشتن هر چیزی رو داره. LCM مدل تصویر صدا که سریع و بهینه تولید میکنه. از تکنیک دیفیوژن استفاده میکنه، مثل یه هنرمند دیجیتال که میتونه تو یک ثانیه یک تصویر خارق العاده خلق کنه. LAM فقط متن نمیسازه، بلکه یک عامل هوشمند هم هست که میتونه ایمیل بفرسته و کد اجرا کنه و سرچ کنه، مثل اوپن ای آی O1، یه دستیار سوپر هوشمند که خودش کاراتو انجام میده. MOE معماری چند متخصصه. به جای یک مدل غول‌پیکر چند کارشناس اکسپرت داره، هر بار فقط بعضی از اکسپرت‌ها فعال میشن. مثل جمینای، یه تیم نخبه که همیشه بهترین‌هاش وارد عمل میشن. VLM هم تصویر هم متن رو میفهمه، ترکیب بینایی کامپیوتری و زبان، مثل چشم و مغز با هم. میفهمه تصویر چی میگه و متن چی میخواد، مثل GPT-4V. SLM نسخه سبک و بهینه LLM برای موبایل و لپتاپ. همه قدرت LLM تو جیب توئه. MLM متن رو میفهمه ولی لزوما تولید نمیکنه، مثل BERT، مثل یک دیکشنری پیشرفته که متن رو دقیق میخونه. SAM ترکیب پرامپت و تصویره، هر چیزی رو جدا میکنه، در واقع برش اشیا در تصویر و هر دستوری که در تصویر داشته باشی، مثل یک قیچی جادویی که همه چیز رو برش